دوستان درود. در موقعیت بسیار خطرناک هستیم، یعنی موقعیتی که دوباره داره از ما امید گرفته میشه و اگر من و تو همون کاری رو که توی 57 انجام دادیم، یعنی پدران ما، مادران ما این خطای بزرگ رو انجام دادن و ایستادن نگاه کردن ببینن مثلا این انقلابیون دارن چه کار میکنن و هیچ کاری علیه اونها نکردن، 47 سال در دره افتادیم که هنوز هم گرفتارش هستیم. امروز داره دوباره همون اتفاق میفته. امروز 20 آگوست 2025 در شهر مونیخ هست که برابر میکنه با 29 مرداد 2584 شاهنشاهی ایرانی. به یاد بیاریم که 60-70 سال پیش یعنی در واقع سال 32 چه اتفاقی افتاد؟ 28 مرداد 32 که خنثی شد کودتای مصدقی، کودتایی که 3 روز قبلش یعنی 25 مرداد اتفاق افتاده بود که بحثای زیادی شده، اما آمدن تونستند مخالفان این رو به عنوان کودتای شاه علیه مصدق یا کودتای آمریکایی علیه مصدق جا بندازن. تا کی؟ تا زمانی که دیگر شاهی وجود نداشت، تا زمانی که دیگه آخوندها مسلط شده بودن روی این مملکت و ما در موقعیت بسیار بسیار تحقیر آمیزی چه در داخل چه در خارج قرار گرفته بودیم که رفتیم گشتیم تاریخ و بازنگری کردیم و فهمیدیم که نخیر، کودتا در حقیقت 3 روز قبلش اتفاق افتاده بود. روز 25 مرداد و روز 28 مرداد ضد کودتا زده شد. امروز دیگه برای بسیاران روشنه، اونایی که دلشون میخواد، اونایی که کسی در خانه دارن، گر در خانه کس است یک حرف بس است، اگه کسی در خانهشون هست همون یک جمله کافیه. اما امروز دوباره همون اتفاق داره میفته، یعنی پهلویزم که یعنی ملیگرایی، یعنی برجسته کردن تاریخ، یعنی برجسته کردن چیزهای خوبی که فرهنگ من با خودش در طول هزارها به من به ارمغان آورده و هدیه میده، یعنی آبادی ایران، یعنی سربلندی ایرانی، یعنی جایگاهی که ایرانی لایقش هست رو باید به دست بیاره رو در یک جمله پهلویزم خلاصه میکنیم. حالا چه پهلوی باشه چه نباشه، چه یه دیناستی دیگری، یک زنجیره دیگری، یک سلسله دیگری برقرار بشه یا حتی اگر جمهوری بشه، ولی پهلویزم در روح و روان ملی ایرانیان میمونه تا سالها، آنچنان که هخامنشیان مونده، آنچنان که ساسانیان موندن. حالا امروز میبینیم با تمام ضعف هایی که اپوزیسیون داره، با تمام ضربه هایی که داریم میخوریم از دشمن، ولی ضربه های داخلی خیلی خیلی بیشتر شده. یعنی چی؟ یعنی از روزی که روز 26 جولای شاهزاده اومد در شهر مونیخ و اون همایش بسیار با شکوه رو مدیریت کرد که خودش نقطه ثقل این ماجرا بود، یعنی این 500-600 نفری که حتی بعضیاشون سفر قاهره رو کنسل کردن که جشن 100مین سال شاهنشاهی پهلوی بود و سال روز در گذشت شاه خوبمون و رضاشاه بزرگ بود، اما بسیارانی این جلسه رو مهم دونستن. حالا خودش این سواله که چرا تداخل پیدا کرد، چرا 2 هفته دیگه نذاشتن، خود این هم سوالیه که ما هنوز جوابی براش پیدا نکردیم. چرا؟ چون میتونست هم قاهره با شکوه تر بشه با حضور همین 500-600 نفری که شاید 100-200-300 نفرشون میومدن برای قاهره، یا اون کسانی که قاهره رو گرفته بودن بلیتشو از مدتها قبل و نتونستن بیان در این سالن که دعوت هم بودن. یعنی بالاخره یک ضربه هایی به هر دو طرف خورد.
اما با این وجود تونستیم با همه ضربه هایی که تو قاهره هم ما خوردیم که واقعا هنوز فرصت نشده راجبش بشینیم صحبت کنیم، که 2 شب هم مهمانی شهبانو رو و هم گالایی که داشتیم و این در این گالا شهبانو مهمان ما بود رو هر دوتا رو کنسل کردن و تمام برنامه‌های ما رو اونجا به هم ریختن. اما با تمام این اتفاقاتی که اونجا افتاد و برنامه‌های ما به هم ریخت، با این وجود ما به بهترین وجه تونستیم اونجا در قاهره کارمون انجام بدیم و روز 26م که من خودم در سالن بودم به چشم دیدم که چه شکوهی در این سالن بود، از جمهوری خواه گرفته تا ملیگرا، تا طرفدار سامانه پادشاهی، تا هر کس دیگری که شاید عقاید دیگری داشت. اما در اونجا انگار که آمده بودیم در یک مجلس عروسی، مجلس عروسی سیاسی ملت ایران. آمدیم از جای آمدیم. به نظر من حتی در اینترویویی که با تلویزیون شبکه 7 داشتم، همین حرفا رو دوستان میتونن برن هم تو یوتیوب شبکه 7 و هم تو یوتیوب من ببینن، هم تو فیسبوک من این برنامه گذاشته شده، میتونید برید سر بزنید، حمایت کنید، ببینید سوالاتی که بسیار سوالات زرد شد، یعنی در تمام 44 دقیقه، اما پاسخهایی که داده شد اون به یک طرف. اما امروز شما میبینید کسانی که خودشون رو طرفدار سامانه پادشاهی، طرفدار شاهزاده میدونستن، امروز آمدن بزرگترین ضربه ها رو دارن به شاهزاده میزنن. من به انتقاد جناب طاهری کاری ندارم که حتی میگم انتقاد در هر زمانی میتونه سازنده باشه، اما یک کسی مثل آقای سکویی که خودش از نامش معلومه دیگه، سکو بوده، قرار بوده همه بیان از این سکو پرواز بکنن، یک روزی به فغان آمده که من چرا خودم نمیتونم پرواز بکنم، در صورتی که شما از این آدم فقط من این رو به خاطر دارم: فحاشی، عصبانیت، فحاشی، عصبانیت، فحاشی، عصبانیت. من هرگز یک جمله از این آدم نشنیدم که چیز بیاموزم. حالا فرض بگیرین که شما یک کسی رو وارد منزلت میکنی، حالا به هر دلیلی بهش اعتماد میکنی، فریبت میده یا هر چیز دیگری، وارد منزلت میکنی، این بیاد توی خونه تو و ببینی که حالا برفرض مثال تو اختلاف داری با زنت یا نداری، به هر دلیلی به اون طرف اعتماد کردی، اون طرف حالا بیاد چیزهایی که در خونه تو اتفاق افتاده رو، اینجا رو حالا خیلی مهمه دوستان ببینه، اگر این کاری که من در خونم دارم انجام میدم ضد ملیه، ضد مردممه، خلاف حرفیه که دارم توی تلویزیون میزنم و تو نیای همون موقع بری این رو عنوان بکنی، بیشرفترین آدمی. چرا؟ چون این رو میخوای به عنوان نقطه ضعف برای من نگه بداری که هر موقعی که خاصی از من سوء استفاده سیاسی یا هر نوع سوء استفاده دیگری بکنی و من به تو جواب ندادم، تو من رو تهدید بکنی که میرم میگم. حالا در همین مورد همچین موجودی ما در آلمان داشتیم. شهردار هامبورگ چند سال پیشتر همجنسگرا بود. خب جامعه با استقبال این خبرها نمیره و کسی که داره حالا کاری هم نداره، وقتی یه شهرداری داره کارشو به خوبی انجام میده، به من چه که دیگه حالا طرف همجنسگرا هست یا نیست. آنچنان که شهردار برلین هم بود و اومد اعلام کرد، شهردار هامبورگ اما اعلام نکرده بود. یک شخصی که خودش رو واقعا یک شبه شده بود سناتور، این آدم قاضی بود، یک حزبی درست کرده بود، یک سری شعارها رو داده بود و مردم خوششون اومده بود. آنچنان شور حسینی در هامبورگ مردم رو گرفته بود که رأی داده بودن که این آدم آمده و فکر کنم فامیلی شیلر بود، همچین چیزی بود، این آدم آمده بود و شده بود یه شبه شده بود سناتور مجلس ایالت هامبورگ. و حالا
از آقای شهردار چیزی میخواست. شهردار بهش گفته بود نه و او گفته بود اگر به من نه بگی من میرم به مردم میگم که تو هم جنسگرایی. شهردار میاد چیکار میکنه؟ میگه خیلی خوب بذار من فکر بکنم و این که از اتاقش میره بیرون فوری به معاونش زنگ میزنه و میگه من یه کنفرانس مطبوعاتی میخوام داشته باشم. خبرنگارها میریزن و آقای شهردار مینشینه اونجا و میگه خانم ها آقایان، من طبیعتم گرایش به مرد دارم، من همجنسگرا هستم، اما این سناتوری که شما انتخابش کردی، حالا اون انتخاب کرده بودن ها، این آقای سکویی رو هیچ کس انتخاب نکرده که همه هم ازش فراری هن. یکیش خود من که به مادر تازه فوت کرده خود من آمد بدترین توهین ها رو کرد، چون ازش فقط یه سوال کرده بودم. پهلوی رو داشت میکوبید، من ازش سوال کردم، توی کلاب هاوس بود و این آقای رضا زرابی هم رفته بود دست این بابا رو گرفته بود و برده بود اونجا. من وارد اتاق شدم، دیدم دارن به پهلوی حمله میکنن و حتی تهدید میکنه، همین تهدیدهای کلام میکنه. آمدم ازش سوال کردم شما اینجا اومدی پهلوی رو بکوبی و تهدید بکنی یا اومدی انتقاد بکنی؟ که زشترین حرفا رو به مادر تازه فوت کرده من زد که من مجبورش کردم، البته توی یه برنامه دیگری که رفتم تو صفحه خودش مجبورش کردم که پوزش بخواد از روح مادر من. صداش رو هم ضبط کردم، صداش رو هم دارم، هر موقع خواستید پخش میکنم براتون که بدونید که این آدم ولی من این رو هم بگم، او عذرخواهی کرد اون شب، اما این عذرخواهی اجباری بود، نه از تمام قلبش، نه از اینکه من تغییر کردم آدم دیگری. چون الان میبینم او کار کرد، تا الان نگفته بودم به خاطر اینکه سعی میکردم اون عذرخواهی رو باور بکنم، اما الان که میبینم این کار رو داره میکنه، اجازه بدید من قصه هامبورگ رو تموم میکنم، بعد میام سراغ این آدم. آقای شهردار اومد نشست و گفتش که این آدمی رو که شما انتخاب کردید من رو تهدید کرده به این که میام میگم مردم من همجنسگرا هستم، حالا اگر دوست دارید رأیی که به من دادید پس بگیرید که من برم، اما اگر نه، کار من، شخصیت من مورد پسندتون بوده، میبینید من برای این شهر کار کردم، من باز در خدمت شما هستم. مردم آمدن دوباره بهش رأی دادند و اون سناتور نامرد، اینا آدم های بیوجدانی هستن. کسی که از تو آتو میگیره که در یک زمان مشخصی بیاد اون رو علیه تو به کار ببره که به اهداف خصوصی و شخصی خودش برسه، این آدم نامردیه. این آدم، همین آقای سکویی هم آمده شاهزاده رو داره تهدید میکنه که من فلان چیز میگم، من فلان چیز میگم. فارغ از این که هر چیزی بوده باشه، من الان به آقای سکویی میگم آقای سکویی شما بیشرفترین آدمید. چرا؟ چون در همون زمان نیامدید بگید. شما بیشرفترین آدمید چون همون زمان نیامدید بگید. شما اگر طرفدار ملت بودی، اگر صادق بودی، اگر دلت برای مردم ایران و آینده ایران میسوخت و اگر همون موقع فهمیده بودی که رضا پهلوی به درد این راه نمیخوره، حالا هر چند سال پیش بوده باشه، حتی یک هفته پیشتر بوده باشه، حتی 6 سال و 10 سال و 50 سال پیشتر بوده باشه، تو همین که نیامدی بگی و الان داری تهدید میکنی که اگر تو عقب گرد نکنی من میام اونها رو میگم. من به تو میگم آقای سکویی، که سکو هم نیستی، باطلاقی، آقای سعید باطلاقی، شما بیشرفترین آدم هستی با همین کاری که انجام دادی، با همین عکس العملی که انجام دادی، فقط به خاطر همین کاری که انجام دادی. و نه، حالا من اون چیزی رو که گفتم زشترین فوشا رو به مادر من دادی، من همونجا بخشیدم. الان فقط به عنوان اینکه اون کاری رو که تو کرده بودی، چون کار رو دوباره کردی، یه نوعی دیگرش کردی، من اون رو هم اعلام کردم، ولی اونجا من تو رو بخشیدم. اما به خاطر این کاری که الان داری میکنی، من به تو میگم بیشرفترین آدمی هستی که ما در پهنه سیاسی داریم و در
سامانه پادشاهی داریم. ما در سامانه پادشاهی چون بی‌در و پیکر آدم بیشرف زیاد داریم، ولی تو بیشرفترینشون هستی. چرا تو بیشرفترینشون هستی؟ به خاطر اینکه این رو نگه داشتی برای روزی که بتونی به بهترین وجه علیه شخصی که به تو اطمینان کرده استفاده بکنی. و این بی‌حیثیت ترین آدم ها روی کره زمین از این متد استفاده می کنند و تو با این کارت ثابت کردی. حالا چرا بعد از کنفرانس مونیخ، چرا گذاشت کنفرانس مونیخ اتفاق بیفته که بعد بیای شاهزاده رو زیر سوال ببری و با این مسئله بخوای؟ دوستان، ما یک بار در سال 57 سکوت کردیم و همین آدم هایی که به اصطلاح دلسوز ملی ما بودند آمدن ما رو هل دادن توی بغل آخوند بیناموس و این قصه 47 ساله رو انداختن. و امروز اگر من و تو باز دوباره نظاره‌گر باشیم، کاری انجام ندیم، فقط بایسیم ببینیم، فکر کنیم که دو تا مسئله شخصی بین برفرض مثال سعید سکویی و رضا پهلوی هست و فقط بشینیم نگاه بکنیم، امروز بزرگترین امید ما، من نمیگم تنها، ولی بزرگترین امید ما با فاصله نداریم کسی رو که 10 سانت 20 سانت 1 متر 2 متر پایین تر از شاهزاده باشه. من نمیخوام الکی شاهزاده رو ببرم بالا، او خودش بالا هست، همه ماها دشمنانم میدونن، برای همین اینطور بهش حمله میکنن. شاهزاده امروز تنها شاه کلیدیه که در این کالیبر، در این قدرت ما داریم. اگر یک کسی مثل امیر طاهری میاد انتقاد میکنه، انتقاد رو من در هر زمانی بایسته و لازم میدونم. چرا؟ چون انتقاد همیشه گفتم مثل این میمونه که تو راننده اتوبوس داره راه میبری، داری دنده عقب میگیری، ماشین عقبی رو نزنی، یه نفر بهت میگه آقا مواظب باش، داری میزنی به ماشین، تو ازش سپاسگزاری میکنی یا پیاده میشه میزنیش. انتقاد اینه. اما یک نفری بیاد مدام دنبال اتوبوس تو بدو شیشه پنجره مدام به تو بگه تو نمیتونی برونی، تو نمیتونی فلان کنی، تو نمیتونی، یعنی حواس تو رو پرت بکنه که تو تصادم بکنی، بعد بگه ها دیدی گفتم نمیتونی. این مزاحم، این مگس مزاحم به نام سعید سکویی امروز به نظر من بیشرف ترین آدمیه که ما در عرصه سیاسی داریم، حتی بیشرفتر از آخوندا، چون آخوندا جاشون مشخصه. اما این کسی که میاد اول میگه من هیچ کس، من به قول شرف، قول انسانی، قول شرف، اول تو باید ثابت کنی شرف داری، بعدا قول شرف بدی. من قول شرف به شما میدم که من رضا پهلوی، هیچ کس به اندازه من رضا پهلوی رو دوست نداره. آی بعد میاد نگاه کن، یعنی این آدم ذاتش آخونده. دروغ در جان شماست، تقیه ایمان شماست، ای قوم ظالم بشنوید آغاز پایان شماست. این سروده‌ای که داره آهنگ میشه، یعنی آهنگ شده رفته ایران، داره تنظیم میشه، برمیگرده میاد به زودی براتون اجرا خواهم کرد، رو امروز براتون میخونم. چرا؟ چون بیت اولش 25 سال پیشتر، 30 سال پیشتر حتی سروده شده و ما بقیش رو 2 ماه پیشتر تموم کردم که این آهنگ رو آماده کردم فرستادم ایران. به نام نخ پوسیده تزویر و ریا. من ندانستم و کردم همه معصیت و تو به جهان موعظه کردی و گناه بیش از آن. ز خطایی که نمودم خجلم تا به ابد، تو به تزویر شدی آینه دار همگان. من به اشک آمدم از خلوت شب با دل خویش، تو به لبخند شدی حاکم جان دگران. چو ز تسبیح شدی بر سر هر کوی بلند، به نخ پاره آن خنده زند پیر و جوان. نخ این تسبیح تزویر و ریای این افراد رو پاره کنیم و رسواشون کنیم که امروز ایران در بدترین دوران خودش داره به سر میبره که اگر کاری نکنیم ایرانمون رو از دست دادیم. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشته آیین ما برتر از خدا و دین. مجید رحیمی،
20 آگوست 2025 برابر با 29 مرداد 2584 شاهنشاهی.